برای مردهای خانواده یک بشارت دارم. برای اون مردهایی که مهنت میکنن و با یک سختی و مشقت پول به دست میارن و او را برای همسر و فرزنداشون صرف میکنن. فراموش نکنه که یک تیکه نانی که برای همسر و فرزنداتون میبیاره برای شما صدقه حساب میشود و در نامه اعمال شما نوشته میشود. در روایت بخاری آمده است که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید مرد وقتی که برای همسر و فرزنداش نفقه کنه، خرج کنه، یعنی همون پولی که با یک مشقت و سختی به دست میاره برای همسر و فرزنداش صرف میکنه، این کار برای او صدقه حساب میشود. سبحان الله. بعضی مردهای هستند که زنش همسرش وقتی که بگه که در خانه این یا آن چیز نمیرسه در حال غضبی میشود. جوان مردای عزیز، شما هرگیز غضبی نشوید وقتی که همسرتون از شما نفقه طلب میکنه. حق او است که با نان و نفقه تأمین شود. پس او حق خودش طلب کرده و شما هرگیز غضبی نشوید. این کار برای شما صدقه حساب می شود.